سرداری فرق نداره. پاک شادی بر خانواده بیننده های همیشگی کانال دیشود رحمت الله. امیدوارم حالتون خوب است و زندگی خوب و خوش دارید. امروز 28 فوریه سال 2025 همگی چند ساعت پس ماه شریف رمضان می‌دراید و من به همه شما مبارکباد میگویم. امیدوارم که این ماه مبارک خیلی خوب و خوش پشت سر میکنید. خب مهمان نشر نوبتی تو ایستگاه بهزاد اسلامیدینov روزنامه‌نگار و مدیر صحیفه تاجیکان آمریکا. خوش آمدید اکا. سلامت باشید. امیدوارم حالتون خوب است. بخش اول ما نام دارد چراها. کوتاه باید جواب بدید. خب چرا اکثریت به خدا باور ندارند؟ به خدا باور نداشتن این نادرست است. چون که وقتی که شما به یک کس اگر تکیه نکردید یعنی امیدواری زندگی شما نیست میشود. من گمان نمیکنم که مثلا آدم‌ها زیاد باور ندارن. همه باور داره، کم است که باور نداره. خب خواهش کوتاه. چرا میگویند غریبی کوی سخت است ای برادر؟ چون که وقتی در یک جا تولد میشوید و به دولت دیگر میروید همون مرز و بومش و هم خاطره ها به یاد شما میاد. چون که دوری از وطن بسیار هم گران است. از همین سبب چرا اکثرا آنچه میخواهیم در وطن نمییابیم؟ برای بهبود زندگی البته. برای بهبودی زندگی البته زمینه میخواهد. وقتی که شما از کودکی زمینه که کردید به یک مقصد معین خود برسید میشود. چرا همه جای دنیا زندگی آسان نیست؟ در همه جای دنیا زندگی آسان نیست به آن خاطر که شما آماده نیستید. چرا تا حال خارجیان کشور ما را به طور باید نمیدانند؟ چون که در مکتب هاشون باید شاید نمیخونند. چون که من وقتی که بسیاری ها سوال میتونم من میگم که شما در مکتب میونه کدام چی فن ها رو میخونه؟ آنها بیشتر به فن های تاریخ یا که فن های تاریخی تاریخ جهان نمیآموزند. از همین سبب آنها نمیدونند. اما باشد از زمین کودکی میآموزیم که کدام دولت ها است کدام ها نیست. امریکا نمیآموزه. کیها باید امریکا نروند و چرا؟ نفرایی که گرین کارت بریدن، نفرایی که دانشجو شدن میتوانند آنها بروند. البته همه میخواد بره. لیکن وقتی شما حجت ندارید یعنی که غیر قانونی اگر زندگی کردن خواهید البته مشکل است و دانستن زبان. همان چیز رو اگر حالا داشته باشید به امریکا نمی روید. آن چیست و چرا ندارید یا داشته نمیتوانید؟ همون چیزی که چی؟ اگر داشته باشید. همون چیزی که اگر داشته باشه به امریکا نمی روید؟ بله. این تقدیر است. من گفتن نمیتونم که مثلا چیز دارم که من رفتن نتونم. من همه چیز داشتم. پدر مادرم اصلا میخوام که در نزدشون باشم اما تقدیر معین کرد که با امریکا بروید. کیها و چرا صحبت ما را باید تا آخر ببینند؟ چون که این تجربه زندگی است. وقتی که آدم برنامه تماشا میکنه از هر برنامه برای خود یک چیز میگیره. یعنی که آموزش و تجربه زندگی. خب از اون که بیرون باران شد و ما اونجا نمیتونستیم که صحبت مون ادامه بدیم برای همین در این قهوه خانه صحبت مون ادامه بدیم. خب اینجای صحبت اکنون دیگر به قول لیمیت نیست. چخیلی که گفتم بالاتر و تا انجام اندیشه صحبتمون سوالمون جواب بس بکنیم. شما گفتید که نزد دکتر پروسیدور دارن میگوید که چی بیمار یا من برای چی نزد دکتر رفتید؟ ما بیمار نیستیم. هر سال که تاجیکستان اومدیم حتما پروفیلاکتیک میگذاریم. چون که در امریکا طبابت خیلی هم گران است. هرچند که ما استراخوفکا داریم همش داریم یعنی که امکانیت اوجه بسیار طبابت کردن نداریم. چون که باید کار کنی. از همین سبب وقتی که اینجا میبینی هم استراحت میکنیم هم طبابت. یکی از سبب‌های اساسش همین. حالی چه خیلی بعدی بهتر. چون که وقتی طبابت میگیری بهتر میشه. حالی پیش
бинандаҳои мо саволи калон меояд ки ин акам кист, калон журналист. Кӯтоҳ худтон муаррифӣ мекунед барои бинандаҳои мо? ман беҳзоди исомиддин хатмкардаи факултаи журналистика соли 2001 донишҷӯ будем, 2007 тамом кардем, баъдан ҳамчун муаллим кор кардем 7 сол, 2013 грин картия буридем. баъд аз ки грин картия буридем рафтем амрико. ин тариха бо аз нам бо суҳбат карда мебурем. баъди чанд сол ватан омадед ва аввалин коре ки кардед чӣ буд? ман ҳар сол мебиёям амрико, аз амрико тоҷикистон. ҳамин сол леки 2 сол шуд. пас аз 2 сол омадам. нахустин коре ки ман мекунам падар модарам мебинам. яъне ки зиёрати падару модар яке аз неъматҳои бебаҳост. чӣ шуд ки имсол он хата шикастед ба қавле? акун имкониятҳое нигоҳ мекунем. имкониятҳое ки даст додан мо барвақт мебием. агар дидем ки коримо камтар ки қафо рафтанду яъне ки масъалаҳои иқтисодӣ ки ҷошона дуруст ки муайян нашуд, ҳам хотир камтар таъхир мешавад. болтарам гуфтед ки грин карт буридам. чӣ шуд ки ба грин карт споридед ва рафтед амрико? ман аслан соли 2010-11 я апаи ман рафтагӣ аст, я акои ман рафтагӣ ҳастанд грин карта борида. хешои табори мо зиёд ҳастанд, мо аз ӯзбекистон. мо аз ҳамонҳо бештар хабардор меем. ман ду ният доштам. ман мегуфтам ки ман Россия намерам, ҳатман ё амрико мерам. агар грин карта буридам амрико мерам, агар набуридам ҳам дар донишгоҳ ҳамчун муаллим то охири умрам кор мекунам, яъне дар душанбе меистам дар тоҷикистон. ё ки грин карта ки буридам мерам, чунки Россия аз аввал медидам ки бисёр бо муҳоҷиро хуб муносибат намекарда. асло мемин рафтем амрико. грин карт вақте ки месупоранд бисёриҳо дар 1 сол 2 сол ин чиз иҷоза наметиҳанд ё ки қабул намешавад. шумо якбора қабул шуд ё ки чӣ хел? аку грин карт аҷоибиш ҳаме ки ман бисёриҳо ба ҳам таҷрибае ки дорам ҳамина мегӯям. ман 1 сол пур кардам, бо ҳамина ман худам пур кардам. ман англисия намедонистам. яъне хона шиштам, интернет, мия анкети оддӣ аст. 1 сол пур кардем, нашуд. 2 сол пур кардаму он қадар сахт таваҷҷӯҳ накардам. яъне ки бо шавқ ки ман ана мебурам. Не, хеле накардам. яъне ки озод. баъд аз ки вақташ омад моҳи май, яъне вақте тафтиш кардам, як мактуб омадааст ки шумо буридед. дигар ба ҳамон аз паи ҳуҷҷатҳо шудем. чанд сол шуд? 2013 рафта бошам, аллакай 2025. 12 сол шудам. 12 сол шуд. вай чанд сол аст ки ё ки вай 10 сола. 10 сол аст. шумо яъне ки 10 сола вид на жителство метиҳад, гуфти Россияи мардум. барои истиқомат яъне ки иҷозати истиқомат 10 сол аст. ҳар 10 сола шумо метавонед ки обновит кунед. яъне ки барои шумо боз пешниҳод мекунед, боз бароятон 10 соли дига метиҳад. яъне ки бемаҳдуд гӯя ман мешавад. бо ҳар 10 сола метавонед ки то 30 сола грин карта гиред. беҳтарин. чӣ кору пайкор доред унҷа ва зиндагиро чӣ хел пеш мебаред? мо аслан кори асосии мардуми тоҷик ё ки умуман нафаре ки рафтагӣ ҳастанд, ҳозираш чӣ ҳастем? мошинои боркаш мекушонем, калон мошинои. кори зиндагӣ ҳамин аст. аз ҳамин пеш мебарем зиндагӣ. чӣ қадар аст унҷа даромад? даромад акун ҳар моҳаш ё ки чӣ ҳафтааш. умуман ҳамин агар моҳ ҳисоб кунем, агар як моҳ шумо 10,000 кор кардед, ҳамин тоза 6-7 ҳазораш мемонад. аку вобаста ба ин ки чӣ хел кор мекунад. одамое ҳаст ки 3 соат хом мерад, яъне дигар кор мекунад. аммо бошем зиёд кор намекунад. фаҳмам. хуб, болотарам гуфтед ки ман намехоҳам русиярам аз пушти он ки муҳоҷири ҳамин гуна аст. муносибат дар амрико чӣ гуна аст? муносибат дар амрико хеле озуд аст. касе кордор нест. дар кӯчаам ки гаштед, яъне ки миллатгароӣ ягон чиз нест. ман хотир ман бисёр мехоҳам ки ҳамин мардуми тоҷик агар имконият даст диҳад, ё аврупо биравад ё амрико. чунки дар онҷо
ملتچگی نیست، قانون شکنی نیست، همش قاعده‌ای از روی قانون، یعنی که قانون همیشه رعایت می‌شود. برای من یک چیز تا حال عجیب است، هرچند که من بیرون از تاجیکستان حالی جای نرفتم، مهاجرت هم نرفتم، برای من عجیب است که برای مثال استراتژی که آمریکا یا اروپا دارد برای مهاجران، یک استراتژی خیلی جالب است که هم امکانات‌های خوب می‌تید و هم مناسبت درست حسابی دارد. برای خودتون سوال دارید که برای چی محض روسیه همین کارا میکنه؟ خیلی مناسبت دقیقانه دارد، مخصوصا با مردم ما و در عموم با همه مهاجران و اما اروپا و آمریکا اینا از مهنت‌های اینا خوب استفاده میبرن و با قول خودشان میگیم اوکی هستن دیگه. یکم کاری که آمریکا کرده است سیستم درست کرده است، یعنی که سیستم هم خیلی کار میکند که شما غیر قانونی کار کردن نمیتونید. شاید کشور روسیه یک دولتی فساد زده گویم هم میشود که بسیار امکانات‌های استفاده کردن ممکن است. وقتی که شما در آمریکا برای شما به غیر از حقوق شناس یک از کمک کردن نمیتونه، همه میترسد، بعد با آمریکا در اومدن آسان نیست. آخر ویزا گرفتن و این چیزا یک سال سپری میشود که شما تفتیش میکنن، نظارت میکنن، سبب رفتنتون میپرسند. از همین سبب گمان میکنم که بسیار سخت است. یعنی اولتر از همین سیستمشون خوب است که اونا تا حالی با مهاجران مناسبتی درست حسابی دارن و فساد زدگی است دیگه. من یکم همون خیال میکنم که چون که شما وقتی یک دولت میروید از روی قانون باید زندگی کنید. وقتی از روی قانون زندگی میکنید کسی به شما کاردار شده نمیتواند. البته آسیای میانه از اروپا و آمریکا از زندگیشون هم که فرق میکند، از همین سبب هم هست. برای من باز یک چیز دیگر عجیب است که با تقریبا 30 چند سال مناسبت خوب داشتن با آمریکا، یعنی تاجیکستان و آمریکا، میان این کشورها ویزا گم نشه. تاجیکستان و آمریکا؟ بله، میان اونا این دو کشور ویزا گم نشه. اکنون سیاست از سیستم است که ما از این چیزو دور هم میشه. اگر ما با سیاست رویم شاید بسیار گپا گفتن ممکن، اما نمیخوایم که بسیار چیز بگویم چون که موضوع سیاسی است. در مسئله اون که ترامپ هم اومد سر قدرت و اولین موضوعی که برای مهاجران برداشت، اینجا چی؟ اگر شما ببینید که وقتی که بایدن اومد واقعا یک کاری کرد که برای تمام مردم آمریکا دهشت‌آور بود، چون که مردم آسیا می‌بینند درست است که کم میروند، اما از آفریقا و هندوستان و خیتای اینجا خیلی مردم زیاد در اومدن. دیدید که چقدر میلیون آدم در اومدن. همه اینا مهاجرای یعنی که حجت ندارن، هرچند که گویا که گذاشتن غیر قانونی حساب میشن، مرز عبور کردن گذاشتن. از حساب همین امکانات و اقتصاد هم بسیار هم کم شد. هم بعد از پاندمی آمریکا هم خیلی قفوره. این دخل دارد به تمام مردم مهاجر، یعنی که کار کم شد. کار که کم شد یعنی که امکانات های پول کار کردن هم کم شد. برای مردم مشکل شد، برای منصبدارا و بالا نه. برعکس آنها زیاد پول کار کردن، اما باز مردم عادی در عذاب. چون همیشگی در یک صحبت، در یک گفتار ترامپ من شنیدم که گفته که گرین کارت من بعد $5,000 می شود، 5 میلیون دلار می شود و هر کسی که میخواد دیگر میخره. این مسئله چطور میشه؟ این معنی همین دارد که گویا که وقتی که شما 5 میلیون که میگید دیگه هیچ کس فکر آمریکا رفتن نمیکند. اما این به فکر من شاید حاضر افسانه برای من نماید، چون که همیشه با آمریکا مهاجر در کار است، چون که این قدر زمینی که باید دارن پر نمیشود.
ҳамеша قوه کاری کم میشه قوه کاری ҳамеша барои онҳо лозим. شهروندای دیگر کشورها هم اونجا احساس میشوند در مسئله مناسبت میگم. برای مثال خیلی بالاتر بود گفتیم یک مسئله می صحبت انجام بس کنیم با همین سوال که برای مثال حتما جدا میکنن ازبک و قرقیز و یا تاجیک و در آمریکا؟ نه در روسیه. در آمریکا چگونه است؟ اینجا هم خیلی جدا میکنن یا نه؟ آمریکا که یک دولتی بسیار ملت است از همین سبب گمان نکنم که آنها حتی خیالم نمیکنه که تاجیکی ازبکی خیتایی کی هستی. برای من فرق نداره. تو یک مهاجر هستی که قانونش رعایت کن تمام دیگه. قانونش رعایت هیچ کس حتی در کوچه ها هم یک تبسم میگن که تبسمی آمریکایی. همین تبسم کردن رفتن تمام. دیگه نمیگم کی چی. چند سال باز ژورنالیست بودید در کشور. درست است که ما درست میگید درستش که ما ژورنالیستان خودمون با اونا قیاس کنیم؟ نه چرا؟ در آمریکا ژورنالیستان مسئله فعالیت چون همه چیز یک خیلی است. اگر کدام مسئله به قیاس کنیم مثلا شما کدام مسئله در نظر دارید؟ کار و فعالیت زندگی و این چیزا. کار و فعالیت زندگی آنها بهتر از ما برای اینکه اقتصاد آنها بهتر است. معاششون بلندتر است. یعنی که به زندگیشون میرسد. شما کوشش نکردید که در این کسب اونجا باشه؟ ژورنالیست که در اونجا بی‌قدر است. همون شتاتی که من زندگی میکنم بی‌قدر است. کدام شتات؟ معاشش فیلادلفیا. پنسیلوانیا است، شهر فیلادلفیا. اونجا اگه بی‌قدر معنی که معاشش کم است. اگر شما در روزنامه‌اش رفته کار کردید یا در تلویزیونش همگی ساعتش از 15-20 دلار سر میشود. 20-25 کی و نمیرسد برای زندگی همه تاجیکی که در اینجا خانه میپوشیم مثلا این میکنه و این میکنه هر کاری که ما زیاد میکنیم برای آمریکا خوب است. برای آمریکایی من شاید در دیگه شتات‌ها بهتر باشد. بعداً یک چیز دیگه هم که ما انگلیسی رو با طوری شاید باید که نمیدونیم یک از سبب باشه همین است که ما حرفه‌ای صحبت کردن نمیتونیم و حرفه‌ای هم نوشته نمیتونیم. فهمم. جای گفتید که میخوام پادکست ها تیار کنم در یک صحبت در چه موضوع و چه شکل خواهد بود و چی پیشنهادتون میگیرد که با پادکست کردن؟ یعنی همه چیز امکانیت میگه. ما یعنی که هر یک چیز زینه دارد. وقتی که من صحیفه توجیکون آمریکا تشکیل کردم آسته همین فکر در 10 سال پیش بود. لیکن همین وقت دست داد که ما همین اودیتوری توجیکانی که در آمریکا زندگی میکنن میخوایم که یک متحد کنیم و مسئله همیشه زبان، خودشناسی ملی، وطنداری. یعنی که هر نفری که آمریکا اومد یا که هر نفری که در آمریکا زندگی میکنه موفقیت‌هاش خیلی در پیش هستن. ما میخوایم که همیشه معرفیشون کنیم که این تاجیک هر کجای رفت تاجیک است. مقصد اساسی همین است که یعنی خودشناسی هویت ملی همیشه بلند باشد. بعدا نسلی که کلان میشود در آمریکا یعنی که از ما تجربه بیند، زندگی ما را بیند، فراموش نکند که آنها تاجیک هستند. یعنی که دوام دهنده نسل ما آنها باشند همیشه وطن یاد کنند بعدا تاجیک بودنشون رو فراموش نکنند. یعنی که میکس نشونده. یعنی عربش. فهمم. وقتی که من از این صحیفه خبر گرفتم خیلی جالبم بود واقعا. هم زبان انگلیسی هم تاجیکی و هم روسی داشت و این صحیفه علاقه برای شما مثل یک کاری میکنن که کار ژورنالیستی از دیگه مقاله و این چیزا رو خودتون بنویسید و فکر کنم اونجا جا میکنید. بله این محصول خود ما است. که برای من که زیاد که کار میکنم پوره که مشغول نمیشم یک خوبی است برای من. یعنی من همچون یک خوب قبول کردم چون که کی امکانیت دست داد ما به همین کار مشغول میشیم. بیشتر راضی توجه ما هم به نوارهای نوروزی، عید استقلالیت و کار فعالیت تاجیکان که در آمریکا هستند از موفقیتشون ما همیشه طرفداری میکنیم. گفتند که پیش از اون که سمت ژورنالیستی که بیایید
میخواستید که به سمت تیپ رفتنی بودید و درس‌های آمادگی پیشکی هم گرفته بودید. چی شد که بعد ژورنالیستیک آمدید؟ اکنون این یک تقدیر است. میگن که وقتی که ما از قشلاق اومدیم، از دیه وقتی اومدیم، آرزوی دکتر شدن داشتیم اما امکانات اقتصادی نداشتیم. وقتی که شما امکانات اقتصادیتون که در همون دست نمیدید، شما میتونید که یعنی که به همین آرزوهای خود نرسید. چون که هرچند دانش هم داشته باشید شاید نگذشتن ما ممکنه باوری نبود. هم خیلی نگاه کنید یک تاریخی زیاد دارد که پورا نمیخوایم که هم بگوییم که مثلا چی سبب شد که ما نتونستیم که به همون سمت برویم. یعنی که من یک سال خوندم اما من امتحانش نسپاریدم. این نفرهای دیگری بودن در سمت تیپ. در سمت تیپ من پدکورس خوندم، کورس تیاری خوندم، لیکن حجتم برده نسپاریدم. دیگر نفر برای من گفت که بار حجتات مثلا در فاکولته ژورنالیستیک سپور اونجا امکانیت هست که تو داخل شوی. یعنی ما وقتی آدم که ساده میشود بعد گپ کلون‌ها گوش میکنه، من میتونستم گویم که چرا من یک سال کورس تیاری خوندم باید برم همون سپورم، شاید میگذاشتم. اما گپ مسئولیتی کلون‌ها رو گوش کردیم. مسئولیتی که بود؟ مسئولیت پشیمان هسته؟ نه پشیمان نیستم، لیکن آرزوی من نشکست. من همیشه وقتی که همین طبیبا رو میبینم همیشه هوس میکنم، یعنی هوس میخورم که من باید دکتر میشدم، یک از دکترهای شاید بهترین میشدم. در دل حال هم میگم، لیکن در ژورنالیستیک هم کم نشدیم. به فکر من بسیار کسبی افتخارمند است، دوستش داریم ژورنالیستیک هم. حاضر چی شما را وادار میکند که سمت تیپ بیایید؟ عشق، محبت، یعنی که با همون کسب. چی پیشنهادتون رو میگیرد اگر که نه حاضر علاقه سینی سال یکم مشکل رفت، دویم که فرزندو کلان شده استودن، یعنی که امکانیت وقت اگر من 5 سال اگر خواهم که بخونم از نو چند ساله میشم، حاضر 41 ساله هستم، 46 میشم، کودکو کلان میشم. یعنی که همون وقتی که باید هر یک چیز وقت دارد بگم و هم خاطر بسیار مشکل تر میشود. جای خوندم که یکی از اولین دانشجوهای بودید که لپتاپ داشتید و با همدرسان سامانه سازمان جوانان خودشینا تهیه کردید. چگونه شد که لپتاپ داشتید و آن زمان چه چیز را در بر میگرفت اون سامانه؟ اکنون که ما برادرم و خواهرم که در امریکا زندگی میکردند، آنها برای من کمک میکردند. اینجا هم خانه داشتید؟ اینجا خانه از دوره دانشجویی از پدر گرفته هستم برای من. یعنی که ما در مسئله خانه، در مسئله یعنی که گرسنه نماندن مشکلی نداشتیم. از حساب همین سبب. کدام سال بود؟ سال 2001. 2001 اومدم من علاقه خانه داشتم. نه که در دوشنبه خانه داشتن اون وقتا بسیار هم یک مشکل بود. این تشکر به پدر که همین امکانات رو برای ما فراهم آورده بودند. هرچند که با دانشگاه طبی داخل شدن نتونستیم، لیکن اقلا خانه داشتیم. باز سوال چی بود یادم بر ما فراموش کردم. سازمان اصلا این سازمان یک دست جمعی بود. این مؤسسی اساسیون دلشاد بود. دلشاد نسبش فراموش کردم. بعد کیومرس بود. در اونجا کیومرس بود. کیومرسی اتو، دلیر غفرانوف، سایبیار طالب، ارشاد سلیمانی و من. یعنی که ما اعضای اونها بودیم که همین کار شروع کردیم و تشبس اساسیش کیومرس بوده. اونجا چی بود؟ چی کار میکردیم؟ یعنی که ما اصلا میخواستیم که همین خودشناس باشیم. در مسئله همیشه همین توجیک میخواست یک باغرار باشد، خودشناس باشد. دیگر خشتن شناسی بود که بسیار کارها رو میکردیم، میخواستیم که انجام بدیم و جوانان اصلا ما بشوند. میشدن؟ میشد، چرا نه؟ لیکن زود پراکنده شد. برای چی؟
نمیدونم که سببش چرا این خیلی شد ما خودمونم نفهمیدیم موندیم گیمانش به هیچ کس هم نسپاریدن همه خیلی نبودش. هم خیلی موندم چند سال استاد دانشگاه ملی هم بوده؟ اگر 2007 تمام کرده باشیم با پیشنهاد دکانی فاکولته استاد سنگینگولوف ما همگی 6 همکورسو همون سال داخل شدیم به کور. سال اول همونجا موندیم. سال اول محقق بودیم، بعدا همچون اسیستنتی کافدرای مطبوعات همچون معلم کار کردیم. سال 2013 محاکمه کردم و نامزد علم ها هم شدم. من کم گندم خوردگیمون حوصله‌اش گرفتیم با آمریکا رفتیم. خب آموزگاران آمریکایی چه معاش زندگی دارن اینجا؟ از روی شنیده های گفته هایی که نفرایی که واقعا اونجا با معلم ها صحبت کرده دیگه هستن زندگیشون خوب است. در سال 120-25 هزار دلار میگیرن در یک سال. یعنی که برای زندگیشون خوب است میرسه. چون که وقتی که ویو کار میکنه همه چی دارن، استراحت دارن، روزهای عید استراحت دارن، سال میتونن که یعنی که رخصتی برون. معاششون خوب است. هم شاید که جای پسنداز دارن. جای پسنداز دارن، اما مکتب میونش معاشش کم است. فقط دانشگاه ها. لیکن برای من توجه شد که مکتب میونش وقتی که اما کودکم گرفتم میرم بیشترش زن ها هستن، مرد ها کم. دانشگاه ها چی؟ دانشگاه ها زیادن. دانشگاه مرد و زن زیاد است، اما مکتب میونه جایی که من زندگی میکنم من همین همه معلم هایی که میبراید کودکایش میکند یا حتی داخلش هم در اومدم زن ها زیاد هستن. شاید 90% زن ها گمان میشه. از زمانی که شما مکتب خوندید و حالی فرزندان شما مکتب میخونن در تاجیکستان مسئله معاش آموزگار هم وقت نگران کننده است و کم است، هم وقت خلاصه همه میگرد این چیزا. با فکرتون برای چی معاش درست حساب در کشور برای آموزگار حداقل نمیشود که برای که یکی از شخصیت های هست که تربیتگری نسلی حاضر و آینده است. خلاصه نیازی اگر شما اهمیت داده باشید توجه زیاد شده است به همین کار که مثلا برای معلم ها معاششون زیاد شود. من فکر میکنم که آستاسته زیاد میکنم، چون که امکانیتی که در آمریکا هم دیدم معلم ها معاششون زیاد نیست، لیکن به هر حال کار کرده گشتن. در صحبت تلفنی گفتید که پیش از سفر به آمریکا چند روز دیها میروم بعد سفر میکنم. چی چیز شما را دیها میبره؟ پدر مادر، جایی که من کلان شدم. من اصلا ما نمیخوام آمریکا رو. من پدر میرم هر سال، یعنی که مهمانی میبینم. پدر که مهمانی میبینم ما اکن هرچند که در دوشنبه جوانیمون سپری شد اما دیه باز برای ما بسیار هم عزیز و مهربانتر هم گوی میشود، چون که در همونجا زاده شدیم، مکتب میونه رو خوندیم، بعدا خیلی شد تبار پدر مادر برادر خواهر بود هوای تازه. از پدر مادر میگید برای ما چیکاره بودن ده هستن؟ مادر خانشین بودن. اگه پدر در انجینیر تمام کردگی هستن، ساختمانچی، یک عمر رئیس بودن در همون ناحیه‌اش. چی لحظه های خوب و خوشحالی از مکتب و از دهه یاد کردن پیش نظرتان آمد علی‌عزیز؟ لحظه های خوش من 13 ساله بودم وقتی که پدرم من گرفتند. در 13 سالگی من هم دیه ماشین بشینه اون وقت مازدا بود، اگر دایتون داشته باشید. مازدی از اماکان بود، اماکان برده بودن دیه. من پیش شنوندن گفتن که بچم وقتی کلان میشوی همین تو در دیه گردوندن من به یادت میبیه. باز هم وقتی که من گپ گفتم حتما همین چیز یادم اومد که واقعا برای چی کار کرد پدر شاید گفتن که روز شود که همین به خاطرش بیه. یک سال با من. یک سال با من یک سال. به تو؟ بله.
یک سوال با تو. برای چی با همین کار مشغول شدن میخوای؟ با کسبی که انتخاب کردی؟ من تصادفی آمدم ژورنالیستیکا، یعنی میخواستم ترجمان یا آموزگار شوم، ولی داخل شدم. من تقریبا بعد نصفی کورسی در دانشگاه دولتی فرهنگ و صنایع تاجیکستان به نام نجات رسانده خواندم. عاشق این کسب شدم و تا حالی همین کسب که زندگی ما پیش میبرم و این کاری که در یوتیوب میکنم هم تو حالی هیچ درآمدی نمیبرد و حالی ابونچمان هم نه با 1000 رسید. به خاطر اون میکنم که صفحه کانتنت های تاجیکی خوب بسیارتر باشد، هرچند که باز تکرار شد و در درس‌های دیگر هم گفته بودم، هرچند که ما با کانتنت های خیلی پستی که میکنند رقابت کردن میتونیم، هم از جهت تماشا هم از جهت شماره، ولی جهت داریم که حداقل یک چیزی باشد. برای همین یک اندیشه دیگر هم هست که من در وقتی آمریکا بودم یا که من چرا ژورنالیست های ما روزنامه‌نگار ما به همین بلاگری با صفت مشغول نمیشوند؟ این سوال من با همون ژورنالیست هایی که بودن در نشرهای پیش این سوال دادم و ما فقط زندگی حالی میبینیم این چیزا. خلاصه همین خیلی جواب ها بود. خب حرفی آخری برای آینده این ملت و بیننده های ما. حرفی آخرین برای این آینده این ملت، ما میخوایم که همیشه تاجیک کجای نرود تاجیک باشد، یعنی خودشناس باشد، خویشتنشناس باشد، یعنی دوستداری همین مرز و بین باشد. همیشه همینو میخوایم که کجای رفتیم بعداً سلامتی، مقصد، آرزو، نیت، هر کاری کردید پیشکی باید مقصد خود رو موندن در کار است. با کانال شما آرزوی اون دارم که سال دیگه خدا خواهد این پادکست شما با 100,000 زیاد رسد. ای کاش از 1000 به 100 روان. ما دلشاد رحمت الله گفته تماشا کنیم، افتخار کنیم، از دوری‌های دوست از وطن خبردار شویم، از خبرهای وطن خبردار شویم. یعنی همیشه ما که دور از وطن هستیم برنامه‌های جالب همیشه تماشا میکنیم، یعنی که انتظار هستیم که تاجیکستان چگونه پیشرفت کرده شده است. گل شکوفانی وطن میخوایم و موفقیت به دلیل رحمت الله. دلشاد رحمت الله. دلشاد رحمت الله بخش. خب تشکر که راضی شدین صحبت کنیم، هرچند یک فاصله خیلی جالب بود، ولی مهم که صحبت کردیم و خرسندم با شما روی سفر. خب امیدوارم که باز سال آینده که اومده حتما باز صحبت‌های جالب دیدارم خواهیم کرد. ما همیشه مشتاق صحبت هستیم، گپ زدن دوست می‌داریم. بله. خب بیننده عزیز، امیدوارم که تا آخر صحبت همراه ما بودید و ابونه نشده باشید ابونه شوید، با دوستانتان تقسیم کنید و سهم بذارید و کانتنت خوبی تاجیکی زیاد شدن هم از جهت بیننده و هم از جهت شماره. خیلی خدا نگهدار.